خاموش. اکنون نوبتی که رفیق خونی عیب دار. رفیق قادیروف خودش را سفید کرد. او را با مکافات پیشنهاد کنید. کنی تو چی میگویی چله مسلمان؟ چی گفتید؟ تو چی میگویم؟ نه چی گفتید؟ چله مسلمان؟ ای بیفشه منو مجبور نکن. دادا منو مجبور نکن بیفشه یا اثبات کنم. ای بسه صبر کن. استاپ. ای بس آخر. استاپ. چله مسلمان. آخر من این صغیره در دمهای رسی کلان شده باشم. آخر پس از فیض او من 4 سال در جنگ شفیاری کردم. بغیر از پدر مادر تاجیکستان وطن، آخر من کلمه تاجیکی نمیدانستم، هرچند که دلم به یاد وطن گم میزد. میفهمی بیفشه گم میزد. آخر من 2 دختر 1 بچه دارم. حالا نهاد در سوردلوفسک خونه دار. слава богу اینجا همه چیز بود. یکی ناگهان زنم آخر ماشین که من وفات کرد و من شما گفته به تاجیکستان آمدم. شما گفته اوی چله مسلمان. بدل نگیر ترمز جان. اهمیت نده، خفه نشوی. بارت سبک کردنی بود آخر. کی؟ امین؟ چی پوخه؟ کار به این افتاد پیشی پرپالا. Да и вообще, همه شما خمیلیانی. اینش باز چی بالا؟ دو قلمون. هوا که دیگر شد رنگ پوستش دیگر میشد. این را شما مغز بدانید. تو شریف ترمز اینقدر بنزینی 93 برین 1 بار در نگیر. باد آب دیده موزکش. اینجا رئیسی سابق سلپا چارقد شده از معلم صبوروف عذر پرسید که گویا این حادثه را در حالتی مستی بافته باشد. خیر فرض کردیم. راستش را گفت که راستش را گفت. وقتی که ساعتهای الکترونی را همچون قسمهای احتیاطی تکنیکی خواجگی قشلاق فروخته پول میکرد مست نبود. رفیق قادیروف آیق به خاطر بیاره